بازی 4 تا درس مهم زندگی رو میده. مثلا دل، عشق دیگه. اصلا آدم با عشق زندگی میکنه، درسته؟ بعد از عشق خاط یا همون گشنیز هم که یعنی محیط زیست، طبیعت، یعنی یونجا علف، غذای حیوانات. بعضی مردم میرن غذای حیوانات رو بخورن، میگه ما گیاهخوار شدیم. آقا اون غذای حیواناتی به غذای حیوانات چیکار؟ طبیعت محیط زیست چرا خراب بکنن؟ سومی چیه؟ پیچ، درختی کات، درختی که تو تولد پیغمبر خدا چراغانه میکنن، این اسمشو از اون گرفتن. آخری یعنی دنیا فناهه. بشرم یه روزی از بین میمیره. وقتی خاکش میکنن میره زیر چی؟ زیر خشت. فاتحه. بیا بالا بلبل، بیا بالا برقا رو بیا بالا. اینایی که گفتم همه توی اینه. چون شما دستت برکت داره اینو کپ کن. اصطلاحا میگن یه بر بیا روش. جمع کنید بساط درباره بو محمل میبافی، شیطون رفته تو جلدت مزخرف میگی. خدا شفا بده، این فکر کنم یه مشکلی داره. شما که خیلی خوب گفتی، این حرفای حاج آقا بود.